رحمات و برکات این چنین مجالس محروم نگرداند. عزیزان، همانطوری که مستحضر هستید در ماه ربیع الاول قرار داریم، ماهی که پیامبر اکرم، پیامبر خوبی ها، پیامبر مهربانی ها محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم متولد می شود. این ماه و این روزها روزهای استثنایی هستند، روزهایی که با تولد کودکی دنیا متحول می شود، روزهایی تاریخ ساز و آینده بسیار زیبایی را برای جهان بشریت رقم زده است. آری، محمد صلی الله علیه و سلم در این روزها و در این تاریخ متولد می شود. دیگر از ظلمت و تاریکی و جهل و شخصیت پرستی و انسان پرستی خبری نخواهد بود و جایش را نور، توحید، یکتا پرستی و یگانه پرستی و رکوع و سجده در برابر معبود برحق پر می کند. نوری درخشیدن گرفت، تاریکی شبها شکست، از پرتو ایمان او بنیان کفر از هم گسست. دنیا چراغانی بشد، از مقدم پاک نبی زیبنده باشد نام او، مهرش به هر قلبی نشست. پیامبری که یک انسان استثنایی است، پیامبری که نامش خاصه، اخلاقش خاصه، جهادش خاصه، دعوتش خاصه، هجرتش خاصه، دعاش خاصه، تلاوتش خاصه، معجزاتش خاصه. پیامبری که همه هستی و همه زندگی او متفاوت از انبیاء گذشته است. اگر همه معجزات انبیاء گذشته، همه اخلاق انبیاء گذشته، همه کتاب‌های آسمانی گذشته و همه مجاهدت‌های انبیاء گذشته را جمع بکنیم، بازم به مجاهدت و تلاش‌های طاقت فرسای محمد رسول الله نمی‌رسد. پیامبری که الله ذوالجلال 13 سال در مکه، 10 سال در مدینه و در طول این 23 سال از انسان‌هایی که شخصیت پرستی و بت پرستی می‌کردند و از انسان‌هایی که خون ریزی برای اونها معنایی نداشت و زنگ تفریحشون بود، انسان‌های تاریخ ساز، انسان‌های آینده نگر و انسان‌های روشن فکری همچون ابوبکر صدیق، عمر فاروق، علی مرتضی، عثمان غنی، طلحه و زبیر، مهاجرین و انصار، اهل بدر و حنین و تبوک و یرموک و قادسیه تربیت می‌کند. ما در چنین ماهی قرار داریم که کودکی در خاندان عبدالمطلب متولد می شود. برای نامگذاریش حیران نامش را چی بگذارند، تا اینکه بعضیا در خواب می بینند به هر حال نامش را باید محمد گذاشت. محمد این نام در طول تاریخ بشریت استفاده نشده و در حال حاضر در طول تاریخ دین مبین اسلام برندترین نام، زیباترین نام، پرطرفدارترین نام در کره خاکی نام محمد بوده است. بگی صلی الله علیه و سلم. ازا نامش را محمد گذاشتند. نامش بسیار خاصه، هیچ کس نداره. حتی نامهای نوادگان رسول الله حسن و حسین هم خاصند، هیچ کس تا به حال به این نامها نامگذاری نشده است. پیامبری که با این خصوصیات زیبا برای اعلای کلمت الله، برای این که انسانها را از ظلمت و جهل و تاریکی به نور و روشنایی سوق بدهد، این پیامبر با نام محمد در آسمان ها، با نام محمد در بهشت، با نام محمد در قرآن و با نام محمد در کتب آسمانی دیگر ذکر می شود. محمد یعنی پیامبری که از همه انبیاء علیه السلام خداوند متعال او را بیشتر ستایش کرده. هیچ پیامبری را الله ذوالجلال و هیچ پیامبری را خداوند متعال بر اون پیامبر درود نفرستاده، اما بر رسول الله صلی الله علیه وسلم الله به همراه فرشتگانش درود میفرستد و امروزه هر خطیبی در خطبه ها و هر سخنرانی در ابتدای خطبهش این آیه زیبا را میخواند: ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. من الله با این عظمت و جایگاه
همراه همه فرشتگان آسمان و زمین بر این انسان خاکی محمد رسول الله درود میفرستیم. شما ای مؤمنین، ای امت رسول الله، ای زنان امت، ای مردان امت، ای جوانان امت، ای خواص امت، ای عوام امت، شما هم بر این پیامبر نازنین و بر این پیامبر خوبی ها و بر این پیامبر رحمت و صلح و عدالت درود بفرستید. اللهم صل علی النبی الاخلاق والهدات والدعات والتقات. لذا سروران، ما در ماه ربیع الاول قرار داریم، ماهی که تولد رسول الله صلی الله علیه وسلم و این پیامبر بر ما خیلی احسان و منت دارد. الله ذوالجلال هزاران نعمت به من و تو انسان داده، به من و تو مسلمان داده. هیچ نعمتی را خدا به رخ انسانیت نکشیده و فقط نعمت وجود و رسالت و نبوت رسول الله را خدا در قرآن میگه که من بر شما منت نهادم که شما را پیامبری چون محمد رسول الله دادم. خیلی زیباست که ابتدای این زندگی مشترک و این وصلت با تلاوت قرآن عظیم و شان و یاد و خاطر پیامبر رحمت و رأفت و عطوفت و مهربانی و شفقت آغاز بشود. شاید بعضیا تو ذهنشان بگن اینجا ارکیس نیست، اینجا دهل نیست، اینجا انواع و اقسام آلات موسیقی نیست، به دل نمی چسبد، اینجا مگر مراسم تعزیه است. اما بدانی سروران، این جمع مبارکیه، این فکر مبارکی است، این اندیشه قابل تقدیره، این جوان قابل الگو برداری از اون هست. ما می توانیم با این حرکات، ما می توانیم با این برنامه ها مسیر زندگی و مسیر و منش خودمون را تغییر بدهیم. دیر نشده است. هر باری که ما به صراط مستقیم و به پیامبر رحمت خود را نزدیک بکنیم، هنوز فرصت است و هنوز رحمت است. عزیزان از جاهای مختلفی آمدند، اطاله کلام نمی کنم. مولانا جلال الدین رومی میگوید دل ز پر گفتن بمیرد در بدن، گرچه گفتارش بود اندر عدن. الله ذوالجلال این وصلت را به بارگاه خود قبول بکند و همه شما سروران و عزیزانی که در این جمع حاضر هستند، از ریش سفیدان، معتمدین، جوانان، کسبه، تجار و همه از شما شکرگزارم که در این جمع مبارک حضور پیدا کردید و این صحبت‌های شکسته این طلبه را گوش دادید. و اقول قولی هذا و ما علینا الا البلاغ المبین. اندکی با تو بگفتم، غم دل ترسیدم که دل آزرده شوی، ورنه سخن بسیار است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.